ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 88-ум. زیاد در بصره 4000 اساسی یکچین را برای حفظ ترتیبات و عقوبت گردنکشان و آشوبگران نگاه داشته در یک سال 7000 پیروان خارجیان را سر زد و مردم را به اطاعت معاویه و اعتراف خلافت او وادار ساخت. و اکنون می توان قیاس کرد که تقدیر ملک خراسان و سیستان بعد عبدالله ابن عامر به دست چگونه والی سختگیر و بیرحم افتاد که با ضرب سیاست و شمشیر در آن قلمرو مخالفان اسلام را سرکوب می نمود. زیاد ابن ابو سفیان سر اول خراسان را به 4 منطقه تقسیم کرده حاکم منطقه مرو امیر ابن احنف، حاکم منطقه نشاپور و ابرشهر خلید ابن عبدالله، حاکم طارقان و فاریاب و مرورود قیس ابن حیثم، حاکم هرات بادغیس بوشنج و قدیسه نفی ابن خالد را قرار داد. ولی چون پی برد که 4 حاکم دست نشانش در خراسان به سر خود عمل کرده به معرکه های حربی و فتوحات اسلام چندان پیشروی ندارند، در حال همه حاکمان را برکنار نموده حکم ابن عمرو غفاری را والی یگانه خراسان گذاشت. حکم ابن عمرو غفاری در مرو مدت باز ایستاده سپاهی راه کوفته‌اش را دم داد و سپس هرات و جوزجان را فتح نمود. سال 667 حکم غفاری به کوهستان غور و فراوند تاخت و تاز کرده بعد چندین بیبراری ها عاقبت آن را تسخیر نمود و اسیر و خواسته زیاده به دست آورد. حکم غفاری شهر مرو را با ششگاه مرکزی لشکری خود قرار داده بعد چندین تاخت و تازها تا کنار رود آمو رسید و آرزوی فتح زمینهای سرسبز ساحل راست جیهون را در دل جای داد. اما از قضای تقدیر آرمانش در دل ماند، زیرا مرگ بی امان سال 670 او را از جهانی بی بقا برد. به قول طبری به او تنها میسر گشت که به ساحل مقابل رود جیهون گذشته نماز گزارد و پیروزی لشکری اسلام را از درگاه یزدان پاک تمنا نماید. دعای او شاید مستجاب گشت که سال 671 والی نوی بصره زیاد ابن ابو سفیان لشکرکش دیگری عرب ربیع ابن زیاد الحارسی را والی خراسان گذاشته با 50,000 سپاه سوی مرو رهسپار نمود. موافق اندیشه مورخان اگر تا این دم در مرو بیش از 50,000 خانواده عرب ساکن گشته باشند، ربیع الحارسی با اهل عیال و خدمتگزاران لشکر باز تقریباً 200,000 نفر مردم عرب را به خراسان آورده آنها را در شهرها و نقطه های مهمی مضافات های ضبط شده جای داد. ربیع الحارسی به نگارش طبری از مقربان زیاد ابن ابو سفیان بوده شهری بلخ با صلح بکشاد و به ماوراء النهر شد و با ترک حرب کرد و غنیمت بسیار یافت و زود
بازگشت. ربیع الحارثی پس از چندین محاربه های آزمایشی در کنارهای رود آمو بعد 2 سال یعنی سال 672-73 در مرو وفات کرد و ملک خراسان لحظه‌ای از تاخت و تازهای او ایمن ماند. این محاربه ها با وجود آنکه هجوم‌های آزمایشی و عملیات‌های جنگی کوتاه مدت امویان بودند، برای کشورکشایی و تاخت و تازهای من بعد راه گشاده نفوذ و اعتباری قایم مقام قدرتمندی بصره، خراسان و سیستان زیاد ابن ابو سفیان را در عالم اسلام خیلی افزود. نفوذ زیاد ابن ابو سفیان به قول طبری تا جایی رسیده بود که سال 53 هجری 673 با وجودی از لب جیحون تا عراق و کنارهای دجله را در اختیار داشتنش پیغام به حضور معاویه فرستاد که مضمون ذیل داشت: یا امیر المؤمنین، این همه پادشاهی به دست چپ همی دارم و دست راستم فارغ است. اگر بیند که مکه و مدینه مرا دهد، تا دست من تهی نباشد که مرا این آرزوست. هنگامه شگفت‌انگیز تاریخ را ببینید. فرزند کنیزی که حتی از گرفتن نسب پدر محروم شده بود و در خردسالی از پیشه بندگی رزق و روزی می یافت، با عنایت خدای مهربان و بخشاینده قسم اساسی قلمروی شاهنشاهی ایران را حکم فرمایی می کرد، باز دعوای سرزمینی حجاز و تحت وصایت خود آوردن مکه و مدینه را نمود. معاویه نیز عالی همتی را از دست نداده منشوری حکم روایی مکه و مدینه را نوشته به دست رسول فرستاد، ولی عمری گذران وفا نکرد. زیاد ابن ابو سفیان به کوفه آمده از می رفتن به مکه و مدینه داشت که از قضای تقدیر سال 53 هجری مطابق به سال 673 میلادی از جهان گذشت. ابتدای فتح ماوراء النهر. چنان که در بالا گفتیم، هنگامی سلطنت ترک ها و استیلای عرب در ماوراء النهر یک دولت یگانه و متحد که تمامی مملکت را از مرکزی یگانه اداره نماید عملاً وجود نداشت و هر کدام مضافات و ملک های جداگانه از جانب پادشاه یا حاکمی مستقل و نیم مستقل اداره کرده می شد. عرب ها بعد مرگ یزدگرد سی شهر مرو را قرارگاه لشکر و مرکز فتوحات من بعده خود به سوی ماوراء النهر قرار داده برای استیلای ساحل راست آمو آمادگی می دیدند. در عرفه تاخت و تاز لشکری عرب در ماوراء النهر پراکندگی سیاسی حکمران بوده دولت‌های خرد و ریزه زیادی را از قبیل بدخشان، شومان، ختلان، ترمیز، چغانیان، اهارون، بخارا، کیش، نخشب، نصف، سوخت، خوارزم، استرابشان، چاچ و فرغانه پادشاهان و حاکمان محلی اداره می کردند که پیوسته در حالت جنگ و مبارزه های بین همدیگری قرار داشتند. حتی هنگام استیلای عرب در بخارا بر این یک شهر پیشرفته و مضافات های اطراف آن دو خداتی پادشاهی مستقل بین هم تلاش ورزیده یکی بر دیگری
اطاعت نمی کرد. معاویه پس از درگذشتن زیاد پسری 25 ساله او عبیدالله ابن زیاد را سال 673 امیر مسلمانان خراسان تعیین نمود. عبیدالله ابن زیاد سپاه گرد آورده به سمت خراسان و ماوراءالنهر حرکت کرد. با دسته های سپاهی 25,000 نفره اش از رود جیحون گذشته قسمی پیکند و رامیتن را در کنارهای بخارا ضبط و غارت نمود و بیش از 4,000 کس را اسیر گرفت. موافق معلومات نرشخی در تاریخ بخارا، بعد مرگ بخار خدات بیدون بخارا به پسری خردسال او تغشات مانده، به جای او ملک را مادرش ختن خاتون اداره می کرد. ملکه بخارا ختن خاتون برای جنگیدن به مقابل عبیدالله و حمایه شهر مردمی سوخت و اردوی ترک ها را به یاری دعوت نمود. موافق روایت بلازوری دسته از ترک ها به مدد بخارا می آیند، ولی هنگامی نبردی شدید به مقابل لشکری مجهز و جنگ آزموده عبیدالله شکست خورده رو به فرار می آرند. عبیدالله علیه اللعنه شهر بخارا و قلعه آن را فتح نکرده باشد هم برای معاهده صلح و پرداختن تاوان جنگ از ختن خاتون 1,000,000 درهم و زر خواسته زیاده طلب کرد. ختن خاتون برای رهایی یافتن از آفت محاصره طولانی و کشتار اهل شهر شرطهای این لشکرکشی سنگدل و بی‌شفقت را پذیرفت و بعد کشادن دروازه های شهرستان بخارا گرفتار غارت و تاراجگری گشت. قیمت مال و غنیمت های ربوده عرب ها را می توان از روی آن قیاس نمود که تنها یک موزه جواهرکاری ملیکه را در بازار 200,000 دیرم نرخ گذاشتند. عبیدالله که در بیرحمی و خونریزی و اسارت و تاراجگری ها از پدرش زیاد چند سر و گردن می گذراند، 4,000 کمانکشان ماهر را از اهالی محلی به غلامی برده با غنیمت‌های بیشمار بخارا را ترک کرد. از دنبال او در چندین فرسخ دهه‌های خراب و خانه‌های سوخته، کشتزارهای پایمال گشته، باغ و راغ‌های درخت‌هایش شکسته و بریده و دهقانانی مفلس و بینوا مانده بود که تاخت و تاز ترکان در پیش آن هیچ می نمود. عبیدالله ابن زیاد که جوانی خونگرم و تندخوی 25-26 ساله‌ای بود، در قتل و غارت حد و اندازه را نمی شناخت و برای رسیدن به هدف خیش از هیچ زشتی و پلیدی روی نمی تافت. شاید همین بی‌شفقتی و خونریزی های عبیدالله در بخارا و ماوراءالنهر به گوش خلیفه دوراندیش معاویه رسیده بود که او را سال 55 هجری دکبر سال 674 میلادی از خراسان باز خوانده دیرتر به جای پدرش امیر بصره گذاشت. معاویه سال خورده و برجامانده که می‌خواست به جای خود پسری عیاش و ریند مشربش یزید را به مسند خلافت امویان نشاند، به شمشیر خونریز و سیاست هراسانگیزی زیادی مرحوم سخت نیاز داشت. از همین خاطر او عبیدالله ابن زیاد را تعجیلاً به بصره آورده موافق مسئله عصای پیر به جای پیر عمل کرد و خواست با دست توانایی برادرزاده جوانش مخالفت و بدگویی ها را پیشگیری نماید.
اصلاً خلیفه پیر می‌خواست در پایان عمرش از بزرگان اسلام برای یزید بیعت بگیرد و خلافت را به او تسلیم نماید. اما چندی از پیشوایان با نفوذ دین بعضی رفتار و کرداری ناشایسته، به خصوص شرابخوارگی و عیاشی و شکاردوستی یزید را خلاف سنت‌های پیامبر شمرده نمی‌خواستند که او خلیفه مسلمانان گردد. بعد مرگ معما انگیز حسن ابن علی، وفاتش سال 669 میلادی، بدگویان معاویه را نه تنها به خون علی بلکه به کشتن حسن نیز گناهکار می شمردند. آنها می گفتند که محض او اسما بنت اشعث را به زهر دادن شوهرش هدایت کرده است. واقعاً به قول طبری، اسمای بدکردار بعد هلاک کردن حسن به حضور معاویه آمده می خواهد که از روی وعده او را به پسرش یزید دهد، ولی معاویه پس از حاصل شدن مرادش قول را شکسته امری او را کشتن می نماید و می گوید: تو که با شوی نبیره پیغمبر صلی الله علیه نشستی و با او وفا نکردی، با فرزند من کمتر شوی و وفا کمتر کنی. گذشته از این، بعد مرگ حسن برادر خردی او حسین ابن علی، سرور خاندان علویان و پیشوای اولاد گردیده، پیروان علی او را امام سیوم خیش اعتراف می کردند و آشکار و نهان برایش بیعت می نمودند. جنبش های ضد اموی در کوفه و قلمرو عراق مدار می گرفت که این باعث پدید آمدن نزاع‌های نوبتی شده می توانست. بر بالای این، سید ابن عثمان پسر خلیفه سیوم که در مدینه زندگی پارسایانه داشت، از قصد پسرش را خلیفه گذاشتن معاویه آگاه شده در میان اهل جماعت اظهار نمود که پدری من از پدر یزید و مادری من از مادرش اولادتر بودند و به خلیفگی من از یزید حقتر و مناسب ترم. معاویه که اصلا سیاستمداری زیرک و چاره‌ساز بود و با خلیفه عثمان قرابت خویشاوندی و آمیزشی نسبی داشت، از اختلاف ورزیدن با سید ابن عثمان خود را کنار کشیده تدبیری اندیشید که با یک تیر چند صید میزد. او سید ابن عثمان را از مدینه به حضورش خواست و منشور امیری خراسان را برایش صادر نموده از یک رقیبی من بعده احتمالی خلاص خورد و او را برای جهاد در راه اسلام به این ملک دور و خطرناک فرستاد. سید ابن عثمان خواه و ناخواه می بایست در ماوراء النهر مالامال دامی مرگ دامن قلمرو اسلام را گستریش دهد و از دست بردی غنیمت‌های جنگی هم خزینه خلافت و هم سرمایه خود را افزون گرداند. و عبیدالله ابن زیاد باشد از رسیدن به مسند والگی بصره برای امیر المؤمنین پاداش‌های افزون و گرانبها آورده، چون پدر با صداقت و جانفدایی برایش خدمت نماید. معاویه ابن ابو سفیان که در مبارزه های دینی و سیاسی تجربه بی سابقه داشت، در اندیشیدن این تدبیر نیز خطا نکرد. سید ابن عثمان از این التفات خلیفه سرفراز و سپاسگزار گشته در بصره 4000 سپاه غزا طلب گنداشت و سوی خراسان و ماوراء النهر رهسپار گشت. هنگام عبور راه ولایت فارس، مردم به سید ابن عثمان
از جبر و غارتگری های سروری راهزنان مالک ابن ریب شکایت آوردند. سید دسته راهزنان را به اهل سپاهش همراه نموده طلب کرد که بندی های زندان را آزاد سازند و به اختیار او واگذارند. همین طریق به سپاه غزا طلب اسلام باز 4000 دزدان و اوباشان پیوسته راه ماوراء النهر را پیش گرفتند. تابستان سال 676 میلادی سید ابن عثمان دریای آمو را عبور کرده عزم بخارا نمود. ختن خاتون که پس از خرابکاری و تاراجگری های عبیدالله هنوز به خود نآمده بود، از گرد و اطراف بخارا، اخشید سمرقند، ملیکان کیش، شهر سبز و نخشب نصف و دیگر ملک های اطراف امداد طلبید. اما از این شهرها امداد رسیده یا نرسیده، اردوی سپاه سید ابن عثمان که اهل تاریخ آن را تخمیناً 40,000 می شمارند، در فاصله 4 فرسخی بخارا در لب جویباری سامیجان توقف نمود. سید لشکری طلایه پیش صف را عبارت از 1500 سوار به سمت قلعه بخارا فرستاد تا از آمادگی ملیکه به مدافعه شهر و وضع لشکری او آگاه شود. او از روی توصیه فرماندهان لشکر و همرکابان سابقه عبیدالله می‌خواست در بخارای قبلا به تاخت و تاز گرفتار شده چندان اندرمان نشده سوی سمرقند حرکت کند. یکی از سرلشکران بخارایی از پیش آمدن سپاه طلایه سید آگاه شده با 500 سواره یک کچین در دهه خوجده واقع در کنار شهرستان کمین گرفت. هنگامی زد و خورد نخستین که تابستان سال 676 میلادی در آستان بخارا روی داده بود، سپاه طلایه عرب تلفات زیادی داده باقی ماندهش فرار نمود. سید ابن عثمان از این گستاخی سپاه ملیکه برآشفته در حال شهر بخارا را محاصره کرد. سپاهی نچندان افزونی ختن خاتون در مقابل جبهه 40,000 عربهای غزا طلب شهرستان را از قد و بر پیچانیده بودند، با وجود جانبازی ها چندان استادگری کرده نمی توانست. از این رو ملیکه بخارا که در محاربه سابقه تعامل غزا و صلح عربها را خوب آموخته بود، وکیلانش را برای پیمان بستن فرستاد. سید ابن عثمان که در محاصره بخارا چندان بند شدن نمی خواست، در حال شرط گذاشت که برای صلح 300,000 درهم پردازند، یعنی 100,000 جزیه خراج سرانه، 100,000 فدیه خراج خلاص جان و 100,000 تاوان شباخون. سید ابن عثمان 300,000 درهم خراج و دیگر غنیمت‌های جنگی را ربوده باز از اولاد بخار خدادها و نزدیکان ملیکه 20 جوانی اصیلزاده دارای سر و لباس گرانبها را به صفت گروگان طلب کرد تا از حمله های ناگهانی عقیبگاه خود ایمن باشد. ختن خاتون با دادن سیم و زری اضافه و دیگر پاداش های گرانبها جان پسری یگانش تغشاد را خریده 20 جوان عالی نسب را با موزه و کمربندهای زرین و لباسهای گرانبها در اسبهای یک کچین به اختیار سید ابن عثمان گذاشت که او را با شکوه و جلال تا سمرقند گسیل کنند. سید ابن عثمان موافق اخبار نرشخی در مجموع 80 نفر گروگانها را گرفته به سمت سمرقند حرکت نمود.
لشکری 40,000 اصطلاحگر که بیشتری دسته های پیاده اش را موالی ها یعنی مردمان غیر عربی غزا طلب تشکیل می کردند در شهرچه دبوسیه 12 فرسخی سمرقند قرار گرفتند. سمرقند پایتخت سوخت و یکی از شهرهای کلانترین تجارتی و مدنی ماوراء النهر بوده اطرافش را 2 قبد دیواری مستحکم احاطه می کرد و 12 دروازه کلان داشت. سید ابن عثمان شهرستان سمرقند را محاصره نموده با اراده و منجنیق ها دیوارهای حصار و دروازه های سمرقند را شکستن می خواست. سپاهیان دلیری سغدی بعضن شباخون می زدند و از دروازه ها ناگهان حمله برده اصطلاحگران را پراکنده می ساختند. اما شماره لشکری عرب از حمایتگران شهر 30 کرد افزون بوده به امداد آنها از نیشاپور و مرو دسته های تازه غزا طلب رسیده می آمدند. سپاه افزون سید ابن عثمان دیه و روستاهای اطراف را غارت نموده پیر و جوان را اسیر می گرفتند و آنها را هنگام هجوم پیشا پیشی فوج لشکر چون سپر استفاده می بردند. محاصره سمرقند بیش از 1 ماه ادامه یافته باشد هم سید ابن عثمان به فتح آن موفق نمی گشت. در این محاربه های شدید پسری عمکی محمد قسم ابن عباس کشته شده، سید ابن عثمان و سرلشکرش محلب ابن ابو صفره یک چشم خود را از دست دادند. ناگفته نماند که مقبره احتمالی یا واقعی قسم ابن عباس در سمرقند بعدتر با نام شاهی زنده معروف گردیده به زیارتگاه مسلمانان تبدیل یافته است. سید از طول کشیدن جنگ و احتمالیتی به امداد آنها آمدن ترکان و لشکری دیگر مضافات‌های سوخت به هراس افتاده به گفت و گزاری صلح راه گشاد. در این هنگام او ملک‌های اولادی و قصرهای خاصه اخشیدهای سمرقند را بیرون از شهر ضبط نموده پیشوایان محاصره را به صلح بستن وادار می سازد. موافق سازشنامه صلح اخشید سمرقند باید به سید ابن عثمان 700,000 درهم تاوان جنگ پرداخته 20 نفر اخشیدزاده ها به قول تبری 50 نفر را گروگان میداد و یکی از دروازه های شهر را می کشاد که پسری خلیفه سیوم از روستای و بازار و قصر و کشک های محتشم دیدن کند. عاقبت بعد ستانیدن تاوان جنگ سید ابن عثمان با 1000 نفر سرلشکران و سپاهیان با نفوذش از دروازه نوبهار در آمده یک مقدار زر و مالی را که برای او در بازارگاه گذاشته شده بود میگیرد و از دروازه کیش برآمده سمرقند را ترک می نماید. او هنگامی بازگشت به سمت بخارا پیش آمده سپس به سوی ترمیز حرکت می نماید و در مجموع 40 نفر اخشیدزاده ها و شاهزاده های بخارایی را همراهش می برد و قول می دهد که آنها را بعد گذشتن از رود آمو آزاد می کند. او در راه شهر ترمیز را نیز ضبط و غارت نموده بعد 1 هفته به قرارگاهش شهر مرو باز می گردد و به تقسیم کردن غنیمت‌های جنگی و دم دادن لشکر مشغول می شود. شنوندگان گرامی، شما گفتار 88 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور،
کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.